نزد فالبین جادوگر رفتن ممکن است؟ نه برادر از ممکن نیست. نزد فالبین و جادوگر رفتن این حرام است. این گناهش خیلی گناه بزرگی است که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به حد سخت گفتن، حتی یعنی به درجه کفر بردن. گفتن من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. گفتن هر انسانی که نزد فالبین میره یا نزد جادوگر میره، این انسان کافر شده است. گوش اهمیت بده جمله رو برادر عزیز. این انسان کافر شده است با این قرآنی که برای محمد نازل شده است. یعنی هر انسانی که نزد فالبین و جادوگر رفت و او چیزی که فالبین و جادوگر میگه تصدیق کرد و قبول کرد، میگه این انسان با همین قرآنی که برای محمد نازل شده است، با همین قرآن یعنی کافر شده. خیلی گناه بزرگ است. در روایت دیگر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که شخصیتی که نزد جادوگر یا اینکه نزد فالبین میروه، خداوند این شخصیت 40 شبانه روز عبادت هاش